در واقع یال را وطن گلبرز می‌نامند، چون که از زمانهای پیش گلبرز دستی به دست تا به امروز تا به زمان ما آمده است. ما می‌خواهیم که همین هنر گلبرز را به جوانان و زنها نشان دهیم که تا که همین هنر از بین نرود. دوکه رو گرفته همین که محکم کرده تیار میکنیم. 4 قبر میکنیم. 4 قبر دوکه رو کرده. بعد گرد و بگرد همین دوکه رو برشته محکم میکنیم که چون که همین نه در وقت گل ماندن نه لخشد. بعد از این ما رنگ رو تیار میکنیم. پوست انار، پوست چسب، ریشه چاقلا، ریشه علف رویان، از همین ها ما کوشش داریم که رنگ تیار کنیم. با آب جوش آمدگی رنگ را تیار میکنیم که تا که رنگ پخته شود. آب خنک نمی شود. با آب جوش آمدگی رنگ پخته می شود. بعد از آنه که ما باید گل همین نقش را جدا کنیم، اولا با رنگ زرد جدا میکنیم، همون شد گل میمانیم. در سونه که در همون سون رشتهش هر طوری همین رشته همین دوکه یا که همون سون از پخته باشد. اگر از سینتتیکی باشد رنگش نمی‌قپد. بعد ما از همین چوب از همین پخته همین چیا تیار میکنیم؟ چوب تیار میکنیم. از همین 4 خطی که ما دوکه رو محکم کردیم از همون بین همین بینی که بین همون رومال میآید از همون بین همین سر میکنیم گل رو. در حقیقت مردم ما از اول همین هنر گلبرز رو یگان تکنولوژی نبود، همین هنر گلبرز رو با همین رنگ و با همین چیز خودشان تیار میکردن. من از خودی همین کار رو دوست می‌داشتم، از خودی هوس کردم. میخواستم که به همین کار سر کار کردم. سال 2016 از همین کورس تشکیل کردم، دخترها را جوانها را به همین کسب جلب کردیم. وقتی که ما خواستیم که 10 نفر شاگردا را جوانها را ما با همین شغل هوسمند کنیم، وقتی ما همین کار را سر کردیم با جای 10 نفر جوان دخترها 20 نفر زنها همسایه زنها دخترها جوان آمدند. چون که همین کسب گرچنده که کسب دشوار هم باشد که هوسشون کرد.
گل‌های همین گلبرگ تصویری همون وطن خود، دهه خود، کوهستان خود، همه را همون گل و گلزارها و دشت و دمنها و درختان همه تصویر می‌یابند. بعد از آن که ما این رنگ رو همین رو گل ماندیم، همین گلش که جدا شد، گلش که جدا شد تمام شد، بعد هم همین رو مانند این همین خیلی می‌بندیم. هر یک همین رنگ، هر یک همین گلی که ما موندگی هستیم، هر یک همین را همخیل میبندیم. که وقتی که ما این را در آب تر کردیم، جوشاندیمش، در رنگ تر کردیم، جوشاندیمش، این را سخت میبندیم که آب ندروید. وقتی که اگر آب درآمد، این گل‌های خیلی رنگ‌های کردگی تنوگ میشوند، گل عرعرش میشوند. در بستن اینها به من دخترچه ها، کلینا، همسایه، شاگردا یاردم میکنن که من می‌نویسم. اگر خواهی که گلا کلان بیاید، گلی کلان میمونی. اگر خواهی که همین گلا مایده ریز بیاید، همین گلا را مایده می‌کنی. بعد هم خیلی با وابسته از همین گلبندیه. با همین خاطر گلبست می‌نامند. گلبست. بسیار زنان سوال میکنن که چطور توفن میکنیم، چطور صبر میکنیم، هر یک ایگل ایگل میبندیم، قلق کل بسیار است. اگر کس ناد میکنم که اگر کس ناد کشیش کرد همونش صبر توفن میکنیم. عروسای ما پیش کردن همه با لباس اروپایی عروس میکردن. سر لباس حاضر باشد. ما سرانداز گلبست تیار کردیم که از همین سرانداز گلبست میتوان که عروسا با همین گلبست خودشان عروس کرده بودند. 100 رنگ چکن در دوشنبه اشتراک کرده بودیم. در همه سیاحان اومدن دو لباس همون 450 سومانی دو لباس خریده گرفتند. هر یک آدم دیگه سوال میکنه که خیلی قدر کاری مشکله، بی اصحاباتون چخیل این چیزا را میکنن، همین چیزا سوال میکنن که با دست قطعی آدم از یک دکه سفید خیلی گل تیار میکنن. هر یک چارابینی آزمونی که میریم میپرسن که لباسش برای فرمان ندارین، رومال گلبست میپرسن. وقتی که بستیم اینا را در آب خنک تر میکنیم. اینو در آب خنک تر میکنیم، کمتر در آب خنک یک 10-15 دقیقه میسته. یا برای در آب خنک میمونیم که هر یک همین گلی که بسته هست همین گلو ورم کنن که دیگر در وقتی که در دیگ میجوشونیمش همون رشته بسته خطا نشود. خیلی میسته، 10 دقیقه میسته. بعد در دیگ آب رو میریزیم، رنگ صدق رو میریزیم، او را میجوشونیم، در آب زمج نمک میاندازیم. وقتی که جوش آمد همین دوکه رو در همین متریال گلبست رو میاندازیم، میجوشونیم. رنگ رو میکوبیم که عرالش شد، زمج نمک رنگ همش عرالش شود. باز یک 5 دقیقه می جوشد. ایروش که جوشید رنگ گرفت، بعد باز روی دیگر می‌گرد. چون که همون گلاوی محکم بستگی هستن، در درون همه رنگ بوده.
وقتی که ما همه رنگا را که موندیم بعد تنه کردن میمونیم که خاک شود که رنگ نکنه. وقتی که ما دوکه رو رنگ کردیم تا رنگ جوشوندیم خاک کشید گرفتیم انا دوکه را این خیلی میکنیم. بعد از همین رنگ ها را همین گل های که موندگی هستن همین گل ها را جدا میکنیم. Baynаш هم گله هر یک همین گل ها همون گل هایی که بسته هستن همون بستگی هستن. در روسیه میگن هنر به از کانی زد. اگر این هنر رو یاد بگیری هم برای پیشرفت زندگی هم برای در آینده خواندن فرزندان برای همه چیز کار میاد یاردم میکنه. دوکه گلبست تو را ای نگار میکنم احساس تو فضل بهار در سری هر نقش ببند در نهار در سری هر نقش بگردد بهار در سری هر نقش هویدا شود دهه دشت جون ملیا بیار.